عظما به دست دو لیگ شوتیه زد و قرار گرفتنش در برابر لاریجانی به نیابت از رفسنجانی. پشت صحنه جلسات روزخوانی در حضور مقام عظما. اوضاع سوریه و روسیه به وضعیت چی میخواستیم چی شد مقام عظما. چه کنم استراتژیکی با حضور دکتر بزن بهادر. خیلی شیک و مجلسی و همچی سر حال شروع کردی، کوتاه و سر حال بشور بپوش، ولی اما فقط یه اسم خالی آوردی اینا که اسم خاک اندازم دسته داره. اون وقت دکتر بزن بهادر یه آقا اولش میخواد. اختیار دارین آقایی که تو ذاتتونه. دیشب دفترچه قسام و ورق میزدم دیدم تمومی نداره آی دکتر، تا آخر عمر بدهکار مهربونی و مرامتونه. من شرمنده اخلاقتم. مرام و معرفت و دمت گرمی و بابا دیگه تو کی هستی بودن که خودت گفتی. خب تو ذات ماست دیگه، چه کار کنم؟ من یه دونه گفتم اونم تو تعارف، شما 6 تا بهش اضافه ولی همینجا من بگم که هیچ وقت نباید گول شایعاتو بخوری. میگن استراتژیست بودن 1000 تا دردسر داره، ولی دروغه. من که تا حالا مشکلی برام پیش نیومده. برای خودتون پیش نیومده آقای دکتر، بقیه رو بدبخت کردیم. این هم شاهدش. استراتژیست و پوزش برای ایشونه، بدبختی و کتکش مال بنده. اینم جایزه این حقیقت گویی زق و زننده. حالا برنامه رو شروع میکنه آقای دکتر. پس حالا داشتیم مثلا گل لقد میکردیم ناکس. عرضم به حضور انورتون یک داستان عرفانی عبرت انگیز با شباهت‌هایی به تلاش‌های مقام عظما در جریان برجام نافرجام و بلایی که به سر ایشون و نظام اومد. مردی قصد خودکشی داشت، به بالای صخره بلندی رفت، تنابی به گردنش انداخت و اونو از صخره آویزون کرد، مقداری سم خورد، خودشو آتیش زد و پرت کرد پایین و در همون حال به سر خودش شلیک کرد، یعنی از 5 جا محکم کاری. اما تیر به خطا رفت و زد تناب و قطع کرد. مرد که از حلق آویز شدن نجات پیدا کرده بود افتاد داخل آب دریا و آتش هم خاموش شد. خوردن آب دریا باعث شد که سم و بالا بیاره و از بدنش لب بشه. یه ماهیگیری اونو دید و زنده از آب بیرون آورد. مرد رو بردنش به بیمارستان، ولی اونجا به دلیل نبودن امکانات درگذشت. اینی که گفتی فقط تو برجام نیست، تو یه نگاه به سوریه بنداز. عظما کلی عجیب مایه داد، پول گولش هم گفت خودم میدم که اون بابا یه کاری براش بکنه. الان دور رو دست گرفته، کنفرانس هم که میزنم تیپا و فوش و بد و بیراش به نظام ما میرسه. هم چوب خوردیم، هم پیاز رو هم 100 تومان دادیم و هم زهر خوردیم. هم دیگه نه کسه بزن و ترماز تو هم دیگه. آخه دوباره مقام عظما اومد تاکتیک بزنه، خودشو با شرایط وفق بده، زد ضایع کرد. حالا نمیشه یه بارم شرایط بیاد خودشو با مقام عظما وفق بده؟ چی میشه؟ میمیره. دست به دلم نذار که اوضاع عظما یه طوریه که مگس هم روش نمیشینه. همینطوری جسد از سوریه میاد، بعد اون سردار مشنگا سلامی سرمشنگو میگم اومده میگه کشتهامون زیاد نیست، نمودش زیاد. سلامی رو بیخیال، این ناکس انقدر شعور نداشته که الان دیگه طرز استفادهش رو نمیدونه. اگه همین الان شعور بهش بدی یا میپرسه که اینو باید اول تو آب جوش بجوشونم. ناکس. اما سر زیاد شدن رو نموده کشته ها. مرحوم ببین همیشه میفهمیدم بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمیدن که یارو باباشو برداشت برد دکتر. بابا گفت دکتر خیلی مریضم. دکتر معاینه کرد، گفت چیزی نیست، فکر میکنی مریضی. برش گردون. بعد چند روز زنگ زد خونه دکتره، زد طرف پسره گوشی رو برداشت، صدای گریه و زاری هم میومد. دکتره گفت آقا پسر حال بابا چطوره؟ پسره گفت هیچی، فکر میکنه مرده. روشن شد یا همچی بزنم که نمود مردن زیاد بشه تو برنامه‌مون. نه نذارین، بذارین بحث رو عوض کنم، دردش کمتر آی دکتر.
این داستان سوریه و مذاکرات و غیر ذالک دلمون خوش بود که راه پیدا کنیم به مذاکرات. اونجا دیدیم همش زرخورونه. آره بابا، عضوان برداشتن بردن زرخورون. خودش هم میدونست که بالاخره مجبور بخوره ها، ولی وسط کار نمیخواست تا بره. اون تیکشو به زور براش رفتن، افتاد به همین روزی که الان دیگه داریم میبینیم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن به زبادر، عرض کردم بله، میفرمودن به ماشنگه، گفتن کجا بودی که همه لباسات و کفشات و اینا خاکیه. گفت با بابام رفته بودیم استخر. گفتن اگه استخر رفتی پس چرا خاکی شدی؟ گفت آخه رفتیم استخر، بابا رو هل دادم تو آب، شنا بلد نبود غرق شد، بردیم خاکش کردیم اومدیم که لباسامون خاکی شد. الان دیگه آیه دکتر دلواپسا از مقام عظما حساب نمیبرن و حرفای خودشونو میزنن. زبون هم لال میگن عظما غلط کرده که برجام تایید کرده. اما آیه دکتر اون چی که ذهن آدمو مشغول میکنه اینه که مقام عظما هیچی به اینا نمیگه که بشین سر جاتونو غلط اضافه نکنید. میگه بدبخت بیچاره، ولی یه واق که میکنن تفلی جا میزنه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن سگه قند یارو رو خورد. یارو گفت چخه؟ سگه برگشت پاچش هم گرفت. یارو ترسید، گفت به ارواح بابا واسه قند نیست، به خاطر خودته، دندونات خراب میشه گلم. روشن شد یا چه بذارم که دندونات بریزه که دیگه نگران خراب شدنش هم خیلی نباشی. روشن میکنین. آره این دفعه ول کنین آخه. این چه کاره؟ توی این جنگ و دعوای مجلس حاشیه‌های برجامو بیشتر از خودش کرده. قرار بود مقام عظما اینا رو در خدمت خودش بگیره، اما الان خودشو پرت کردن یه کناری دارن دعوای خودشونو میکنن. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه باباش مریض شد، زنگ زد آمبولانس اومد اورژانسی، خانوادگی سوار آمبولانس شدن، خیلی دوست داشتن سوار بشن. یه مدتی که رفتن دکتر گفت حالا مریض کیه تو این شلوغی؟ مشنگه گفت هیچی، بابا بود که حالش خوب نبود موند خونه. هندونه اینقدر نخند. بیرنگار عزیز، اینجا دیگه رسیدیم به آخر برنامه رو همینجا تموم میکنیم. کجا دکتر؟ روزش کار بدون دعوا تموم نمیکردیم ما. الان که همه جای نظام جنگ و دعوا و مرافعه است، همینطوری تموم. من تازه یادم اومد که یه جایی تو خلال برنامه یه توهین خیلی زشتی به مقام عظما کردی. من چیزی نگفتم. آره بابا، تازه چی مقام عظمای فلک زده تو خلال برنامه چیه؟ شکار کرده که اینطوری هر کس میرسه